شوکت الو ای بدبختای من خلاص شدن بده اینا من زنده ام. وای شوکت زنده هستی کو؟ یه بدبخت با ایزونو کشیده میگه زنده ای. من زنده ام. بدبخت تو این کرونا نخالی کردی که مرا بکشن تا من خلاص شوی ها؟ وای برادر جان به خدا تو رو نجات دادنی بودم و میدونی از پیشم کنعان برآمد. ای همون کنعان اگر همین تقه جنگاور نمی بود من بر وقت میمردم. جنگاور گفتی؟ تو رو جنگاور نجات داد؟ ای صبح بفهم که تو برادری من نیستی. برادر جانی من اینم یکی جنگاوره. کنیسوی ازی خیلی ای شیرینه خداوند از تو راضی باشد که جنگاور. بیا موچت کنم. با فکر نکنی که ما آدمای خولیم. جنگاور همین تو مردکی زنه. همین مردک باشه و زنه. اگر زنک باشه مزفت ها چوک. جنابی پاپ، جنابی پاپ، تو را در آسمان ها می جستم که در زمین یافتم. ارو اما جون در شلپت صدقه من مسلمانم. تبی پکزل بروده. من این گپ ها را جنابی پاپ خودش چی گپ است؟ من باید تعجیلاً گناه هایم را تازه کنم. اگر دانی که دیروز چی کارها کردن چی کارها. این مرک یک آدمی کلان پود دلوی گور رسیده سوزرم گناه میکنی. برای در یکان شرشره خود تبوش و گناه پاک میشه. بیاید رفته گناه هایم را تازه کنیم. بخشی شوکا من به چند لحظه شما فهموندم من مسلمان چوه من از اصل میتید روم. جنابی پاپ گپ رو دراز نمی کنم کوتاه نخ می کنم. بیاید رویم بیاید رفته گناه های من رو تازه کنیم. اما که شما حاضی برین از 4 روز دیگه گناه کنین مایلش بعد بیا میریم یکون جو میشیم همه گناه تا پاک میکنیم. رفتیم بیا به کلیسا رفته گناه های من رو تازه کنیم. بیاید به کلیسا رویم التماس میکنم. بیاید رفتیم همون نت دست بگی ای برات قدم قربون برای قطعی همون یک کلیپ کن گناهات همش میریزه. آخرین وظیفه تو نیست برادر نیست. تو چی کار میکنی؟ با اهل دین چرا دست میبرداری؟ کشاله بدهی از کلان سالان همین خیل پند گرفته پای بس هیچ کس دست نبرداشته است. من به این جنابی پاپ میگویم که گناه های من رو تازه کنیم اما گناه های من رو تازه نمیکند. این وظیفه اون نیست مگر. جنابی پاپ درست گفته است. گفته بیا گناهی مرا تازه کن آنها خود به خود تازه نمیشوند. موسفید اگر تو گناه کرده باشی رو به درگاه خدا کرده دست گشاده دعا میکنی توبه میکنی انا آن وقت خداوند تو را شاید ببخشد. گناهان چنین پاک نمیشوند. تو دیوانه هستی چی؟ توبه نمی کنم. من گناه تازه کردن میخواهم. آخر گناه تازه کردن نمیشود. رفتیم تو باید توبه کنی برادرم. رفتیم توبه کنی. آخر نگذاشتید که یک گناهم رو تازه کنم. نگذاشتید پاک شدم. لا حول ولا. یا خدایا گناه های این بدبخت ببخش. جناب پاپ جناب پاپ خدا تو را به نزد من فرستاده است. استغفر الله استغفر الله. جناب پاپ من یک خزینه داشتم. یک دوستی ابله خزینه مرا دزدید. خزینه ترا دزدید؟ بله خزینه ام را دزدید. شما خوب فهمیدید. حاضر من را عاجلا یک خزینه یافتن لازم. شما از اهل قدیمه استانبول که هستید یعنی خزینه ها در کجا هستند خوب میدانید. میگویم و من گویید که خزینه بیزنس در کجا هست رفت آن را یابم. من باید زود یک خزینه یابم. پسرم تو بیمار هستی. تو کلت کار میکند. در این زمان خزینه بیزنس در کجاست؟ جناب پاپ اگر آن خزینه را یابم حتما حقی تو را میدهم. توبه. پسرم من تو را نادرست فهمیدم. نسبتی تو خطا فکر کردم مرا ببخش. تو بسیار آدمی پاک دل بوده ای. من به تو یک سراغه خزینه بیزنس را میدهم. آماده هستی؟ آمادم جناب پاپ آمادم. ناحیه شوراباد دیده ای؟ دیدم. دیدم. خانه قدم قربان دیدگی هستی؟ آن جای را هم دیدم. باور که خزینه را تو میوی. انشاءالله. آمین آمین. در پشت خانه قدم قربان یک قبرستان موجود است. در و میره درون همون میدروی. قبری رقم 120. انا همون نمیدونم قشلاقای همون زنجیریه قشلاقای شوراباده انا همونجا ده هسته خزینه. فهمیدم جناب پاپ. حاضر قبرستان قشلاق زنجیری رقم قبر
فراموش کردی ای بچه قوری رقم 120 بکن خزینه در زیر اموای از هیجان جنابی پاپ. در کلت خوش رو جا کن فهمیدی یک قوری نیم کنده رقم 120 فهما قبر رقم 120 قبر نیم کنده. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. همیشه برای هدایت یافتنت دعا میکنم. آمین آمین. خداوند تو را هدایت کند ان شاء الله. سپاسیبا محسن. ای شوکت بلو بزنه پاپ شده کو خدایا توبه من مسلمانم توبه استغفر الله